به نام خدا و درود و سلام به مصطفی صلی الله علیه و سلم. دوستان گرامی، سوال به میان میاد که چرا پیامبر عربی شد؟ چرا پیامبر از این جزیره عرب اختیار شد؟ چرا پیامبر فارسی یا یونانی نشد؟ یا چرا از مملکت فارس یا چرا از مملکت یونان و روم اختیار نشد؟ بعضی از حکمت ها را علما از کتاب ها استخراج کردند که یکی از اون حکمت ها این است که مکه گهواره عقیده اسلامی. چرا؟ زیرا که مکه از افکار فیلسوفان و هرطقه های فیلسوفان در عزلت قرار داشت و افکار مردم اونجا نسبتا سطحی و ساده بود. یعنی که اسلام میخواست که یک نسل تربیت کند که دور از افکار و هرطقه های فیلسوفا است. میبینیم که این دین یک دینی هست که پیامبرش امی هست، یعنی خواندن و نوشتن رو نمیدوند. امت اکثرا امتی امی بود، خواندن و نوشتن رو بلد نبود. یعنی که پیامبر با اونها آمد و اونها امی بودند. علاوه بر این یک قوانین رو آوردن، یک تشریعات رو آوردن که بشریت رو به حیرت آورد. از جهت تنظیم و ترتیب، از جهت هر چیز رو به جای خودش گذاشتنش. یعنی که میبینیم که درباره معاملات گپ میزند، درباره تجارت گپ میزند، درباره خرید و فروش گپ میزند، درباره خانه‌داری گپ میزند، درباره نماز و نیازش گپ میزند، درباره دنیاش گپ میزند، درباره آخرتش گپ میزند، معامله با هم دیگر، معامله با دیگران، معامله با دوستان، معامله با دشمنان، همه اون رو باید ترتیب و تنظیمی غیر سابقه برای مردم معرفی میکنند و پیشکش میکنند. یعنی آیا امت امیه، امتی که خواندن و نوشتن نمیداند میتواند که چنین چیزی رو برای بشریت پیشکش کند؟ اگر گویم که این چیز اگر سرچشمه الهی نمی بود این کار ناممکن بود. یعنی این یک معجزه هست که یک انسانی که خواندن و نوشتن نمیتواند، امتی که خواندن و نوشتن رو امت بلد نیست، برای بشریت این نمود قانون ها و این نمود تشریعات را پیشکش کند. این معنای نداشت که این دین دین الهی است، این انسان نآفریده است. بنابراین قرآن میخواست یک نسل بیاید که و این نسل پاکیزه هست، ذهنش، فکرش، تفکرش پاکیزه هست، تا اینکه نشر و دعوت این اسلام را به دوش خود گیرد. خیلی که استاد رمضان بوتی در کتاب فقه سیرش میگن که میتوان گفت که عربی اون زمان همچون یک اشیای خام بودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن و آنها را که به چارچوبه اسلام درآوردند، با وجود اون که در آنها خیلی صفات‌های خوبه بود، گرچه که صفات‌های بد هم داشتن اون مردم، لیکن صفات‌های خوبه نیز بسیار داشتن که اسلام همین اون در چارچوبه معینی برای آنها پیشکش کرد و آنها دیگر این نبراس را، مشعل این دین را به دست گرفتن و شروع کردن به نشر کردن به اطراف و اکناف جهان. دوم نکته این است که عرب تاریخی عسکری نداشت. عرب ها اول خیلی گفته گذاشتیم دولت متمرکز نداشتند، بنابراین آنها یک قوه های مسلح یا قوشون های مسلح یگانه نداشتند. هر قبیله برای خودش جنگاورها، عسکرای خودش داشت. این نیز یک معجزه الهی است. چرا؟ چون که اسلام آمد و یک انقلاب فکری در نیم جزیره عرب آورد که در نتیجه این انقلاب عرب ها توانستند که دولت تشکیل کنند، توانستند که یک قوه یا قوه های مسلحی متمرکزانیده شده ترتیب دهند و آن قوه های مسلح در مدت کوتاه دو ابرقدرت بزرگ را در مدت کوتاه از بین برد که یکیش فارس است که در دام 13 سال فقط از بین رفت. یعنی فارس این چیزی عادی نبود. فارس امروزه عراق، امروزه ایران، امروزه قفقاز شمالی بود، قسمی از آسیا میانه بود، قسمی از افغانستان و پاکستان بود. یعنی همه این منطقه را مسلمانان تونستند فقط در دوام 13 سال، با وجود آنکه عرب ها سابقه لشکرکشی یا سابقه تا قوه های نظامی نداشتند. قبیله بود چند تا گویم که اون جنگاور خودش داشت خلاص، لیکن اسلام توانست آنها را یک وحدت بین این قبایل ایجاد کند، یک انقلاب فکری بیاورد و آنها را زیر پرچم الهی سرجم کند که در نتیجه توانستند این دو قوه را از بین برند. و این هم معجزه هست. اگر مثلا رومی ها اسلام را مثلا به دوش خود میگرفتند یا فارس ها میگرفتند و عالم را شروع میکردند به فتح کردن یا ضبط کردن، مردم میگفتند خیلی این دولت ها سابقه دارد، اینها که قوای مسلح تاریخ 100 ساله ها 1000 ساله ها دارد، بنابراین از قوی ترین که
اسکرها یا لشکرها حساب میشوند. بنابراین دور نیست که اونها مردم بگیرن. لیکن از یک گوییم که منطقه قبیله‌ای بود و اونها تا حتی لشکری منظم نداشتند، لشکری به ترتیب به نظام نداشتند و توانستند که در مدت کوتاه نصف جهان رو زیر تصرف خود درآورند. این خود یک معجزه عسکری است. مثلا می‌بینیم که در جنگ قادسیه مسلمانان فقط 35,000 بودند، اما فارس ها قریب 4 میلیون بودند. 250,000 فارس بود. در معرکه یرموک که علیه رومی ها بود، سرلشکر خالد بن ولید و ابو عبیده بودند اونجا هم مسلمان ها تقریبا 40,000 بودند، رومی ها قریب 200,000. یا اینکه وقتی مسلمان ها به اندلس رفتن فقط 12,000 لشکر داشتند و اونجا اسپانی ها یا مردم اندلس تقریبا 100,000 لشکر داشتند. همه این گویا از اون است که این یک معجزه الهی بود. خداوند این مردم را برای اینکه تحمل رسالت خودش، اینکه بدش گرفتن رسالت خودش بر عبث اختیار نکرده است. یعنی که یک اون چیز تصادفی در اینجا نیست. یا نکته دیگر برادران عزیز، این نظام حکم است. نظام حکم در نیم جزیره عرب مثل نظام عسکری متمرکزانیده نبود. هر قبیله برای خودش شاه داشت. شاه هم نبود و رئیس قبیله بود. و مردم عرب اگر گوییم که 10-15 قبیله کلان داشته باشند، یعنی که مردم در زیر 15 قبیله بودن، با اون قبیله ها با هر یکتی خودش با به اصطلاح عربی فخرهای خودش داشت که وایها با سردارای خودشون داشتن. یعنی که یک منطقه‌ای بود که پارچه پارچه بود. و این نیز برای پیامبر صلی الله علیه و سلم یک میتوان گفت که یک زمینه خوب برای نشر دعوت بالای اونها بود. و این قبیله ها قانون‌های منظم یا قانون‌های به ترتیب خودشون نداشتن، طرز زندگیشون یعنی که بعضی عرف و عادت‌هایی بود که اونها رو اداره میکرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم از بعضی از این خوبی‌های که این نظامی غیر متمرکزانیده شده استفاده بردن، از جمله نظام اجاره یا نظام جوار. نظام جوار چی است برادران؟ نظام جوار یعنی که یک نفری که نیرومند است، آبرومند است، یک شخصی که ضعیف است یا مظلوم است زیر حمایه خودش میگرفت و هیچ کس به او دیگر حق گپ زدن نداشت. هیچ کس او رو دیگر اذیت نمیداد. پیامبر صلی الله علیه و آله از این نظام استفاده خوب کردن. مثلا زیر جوار یا اینکه زیر حمایه جبیر بن مطعم در آمدن صلی الله علیه و سلم وقتی که از طائف برگشتن، چون که در آمدنشون به مکه امکانیت نداشت، چون که اهل مکه همه علیه پیامبر صلی الله علیه و سلم در دندان تیز کرده بودن، خصوصا بعد موت عمکشون ابو طالب. بنابراین پیامبر از این نظام استفاده بردن. یا اینکه نظام قبیله‌چگی، مثلا عرب ها بسیار در مسئله قبیله‌چگی به همدیگر خیلی نزدیک بودند و این نظام قبیله‌چگی معنی این دارد که مردم زیر حمایه قبیله خود نیز زندگی میکنن. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم بنی هاشم مثلا زیر حمایه بنی هاشم زندگی کردند، در حالی که بنی هاشم اکثرش کافر بود، اکثرش مسلمان نبود، لیکن اونها با پیامبر صلی الله علیه و سلم همدردی خودشون اظهار کردند فقط برای اینکه هم قبیله هستند و پیامبر نیز از این نظام استفاده بردند. مثلا وقتی که 3 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم و قبیله بنی هاشم و بنی مطلب در محاصره اقتصادی و میتونم گفت که یک محاصره ظالمانه قرار گرفتن و قبیله اکثرا کافر بودن، لیکن با پیامبر ایستادن فقط برای خاطر اینکه این از چی است؟ از قبیله پیامبر صلی الله علیه و سلم است. از این نظام ها استفاده بردن به شرطی که بر عقیده خلل ایجاد نکند، بر دین و دینداریشون خلل ایجاد نکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از این چیزا استفاده بردن. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم در روم مثلا قرار می‌داشتن یا در ویزانته قرار می‌داشتن، این شرایط هیچگاه پیدا کرده نمی‌تونستن که زیر حمایه کسی درآیند. چرا؟ چون که اونجاها در روم مثلا قانون خودش بود و شاه همچون یک خدای بود که بالای مردم حکمرانی میکرد. ویکتور چاپرت نام یک مورخ میگه که کتاب داره به نام عالم رومی ها، در آنجا میگه که هر شخصی که پادشاه میشد یا پادشاه انتخاب میشد وی به خدا برابر میشد، یعنی که یک قلدری تیار میشد، بالای مردم ظلم میکرد، ستم میکرد، استبداد میکرد. یا اینکه مثلا فارس گیریم، تصور کنید که اگر در فارس باشن بود پیامبر، آیا میتونستن که جواری کسی دارن یا کسی حمایت کرده میتوانست؟ نه، چون که اونجا این نظام قبیله‌ای نبود، نظام جوار نبود. بنابراین اگر در اونجا میشد، هم از یک جهت مردمی که زیر یوغ این دولت ها بودند
مردم مظلوم بودن، مردم بیچاره بودن، دیگر اصلا غیرت حمایت از کسی رو نداشتن. چون که ظلم و ستم، استبداد بالا اونو چنان فشار می آورد که این مردم غیرت نمیکردن که یک انسان مظلوم زیر حمایت خود گیرن. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله در محیط تربیت یافتن که اونجا یک نظامی هست، یک ترتیب‌های بود که میتوانست برای پیشروی دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله کمک کند. یا مثلا میتونم درباره فارس باز علاوه کرد که مردم فارس اینکه برخورد پادشاه با آنها مثل برخورد خدا با بنده هاش بود. اگر دغل کرده کنیم، یعنی چه کاری خواهد بکرد. مثلا ارتور کریستیانس در کتاب تاریخ ایران در زمان ساسانیان می نویسد که اونها در نزد شاه ساسانی دست به بر می ایستادند، چه خیلی که بنده پیش خدای خودش می ایستاد. سرشون خم بود، توانی که رد یگان کلمه اون رو نداشتند و یعنی که این مردم رو یعنی مستضعف کرده بود، مردم بیچاره کرده بود. بنابراین در چنین محیط ها آمدن پیامبر خیلی مشکل بود، نشر کردن دعوت مشکل بود و پیامبر نمیتونست که بعضی منیورهای خودش رو استفاده برد. یک میزه دیگری که از عرب یا از مکه یا مجزره اختیار شد این زبان عربی هست. زبان عربی خیلی زبانی فصیح است، زبانی وسیع است، زبانی بای است، زبانی ثروتمندی هست. مثلا الله تعالی میدونست که در آینده زبان انگلیسی زبان جهانی می شود یا اسپانی یا فرانسوی یا دیگر زبان، لیکن قرآنش به زبان عربی آورد که زبان عربی ویژگی های داره که دیگر زبان ها تقریبا ندارن. یعنی که در زبان عربی امکانیت وسیع و آسان فهماندن سخن ها هست که این دیگر زبان ها در حقیقت ندارن. مثلا در زبان عربی روباه تقریبا 200 نام دارد. در زبان عربی شمشیر قریب که 1000 تا نام دارد. شتور 500 نام دارد. گویا میشه که یک کلمه یک چند معنا دارد. تشکیلش یک است، گویا که فتحه و ضمه اوناش یک است، لیکن معنایش یک چند خیلی میبره که این برای فهماندن فکر و فهماندن عقیده خود خیلی آسان و امکانات های وسیع برای انسان میدهد. بنابراین علی رضی الله عنه گفتن که القرآن لا یخلق، یعنی قرآن کهنه نمیشود. همین که شکل هایی که حاضر گفتیم تا علما تا حال را از اونها معنای نو به نو میبرن که طبق معنای لغویش. با وجود اون که عرب ها اینقدر فصیح بودن، زباندان بودن، در شعر گفتن و در که غزل گفتن به درجه عالی رسیده بودن، کسی از آنها جرأت محاکات قرآن را نمیکرد، جرأتی با قرآن برابر شدن را نمیکرد، چون که میدونست که این یک سخنی است که بالاتر از سخن انسانی هست. بنابراین یکی از ساکنان مکه میگه که من بار در نماز شام در اطراف کعبه پیامبر صلی الله علیه و آله رو شنیدم که آیتی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. همین آیت وقت میخوندن این میگه قریب بود که دلم کفد و پرید و از سینه‌ام بیرون رود. درک میکردن معنی آن را. فی الحال در اون جای خودش ایمان آورد. یکی از دیگر ویژگی هایی که نیم جزیره عرب دارد این آن است که آنها در گذرگاهی کاروان ها قرار داشتند. یعنی که در وسط در بین دو گویم که ابرقدرت غربی و ابرقدرت شرقی قرار داشتند و با وجود اون که این ابرقدرت ها صاحب تمدن بودند، صاحب دولت بودند، ترتیب نظام خودشان داشتند، عرب ها توانستند که استقلالیت خودشان حفظ کنند، استقلالیت فرهنگی خودشان، استقلالیت فکری خودشان، استقلالیت دولتی خودشان یک نمود توانستند حفظ کنند و از تأثیر فارس ها یا از تأثیر رومی ها ایمن مانند، الا به استثنای بعضی از مناطقی که در جنوب و شرق و جنوب غرب، جنوب غربش تابع روم بود، جنوب شرقش تابع فارس بود. و یکی از عامل های اساسی که عرب ها توانستند که استقلالیت خودشون حفظ کنند این عوامل طبیعی بود که الله تعالی اون منطقه را چنان آفریده که سه طرفش بحر است. نیم جزیره، بحر سرخ، خلیج فارس، از پایان اقیانوس هند یعنی که خلیج عدن. غیر از این اونها در جزیره از صحرا زندگی میکردند که 4 طرف اونها را صحرا احاطه کرده بود و قوه
نه قوه اقلیمی و نه ابرقدرت‌های جهانی فکری هجوم به این منطقه رو نمیکردن، چون که یک صحرای خالی بود. دیگر اونها میگفتن که برای ما چه فایده داره اونجا رفتن. یک صحرای خالی بود که کسی رو اشتیاش رو نمی آورد، اشتی استیلاگران رو به خود جلب نمی کرد، چون که صحرا بود، خالی بود. بنابراین عرب ها در یک عزلت زندگی کردند، هم از جهت فکری هم از جهت مدنی. حکمت آخران این بود که عرب ها به خدا ایمان داشتند، گرچه که اونها بعد ما در درس گذشته گفتیم که بعضی چیزها رو وسیله قرار میدادند، بت‌ها رو وسیله قرار میدادند، هم میگفتن که اینها بین ما و بین خدا واسطه هستند، لیکن اصلی مبدأ خدا و خداپرستی رو اونها قبول داشتند که از دین حنیفی، از دین ابراهیم علیه السلام برای اونها میراث مونده بود. فقط با مرور زمان مردم بت پرست شدند، شخصیت‌های خوبی جامعه را مثل اولیاءها و صالحین را یا اینکه شهدا را با پرستیدن شروع کردند. و اسلام اومد گفت که یعنی که اول دعوت از نزدیکا هست، یعنی که انسانی که به خدا باور دارد نزدیکتر است از انسانی که به خدا باور ندارد. انسانی که با تو در کارخانه هست، انسانی که با تو در زواد هست، انسانی که با تو در آفیس هست، انسانی که با تو همسایه هست، اول دعوت از اونها شروع میشد، بعد دعوت به بیگانه هست. بنابراین الله تعالی خواست که از مردم شروع کند که اونها به خدا ایمان دارند. مفهوم ایمانی به خدا در نزد که یهود و در نزد نصارا مفهوم منحرف شده بود. اونها زیر نام خدا عیسی را نام میبردند، اونها زیر نام خدا مریم را، روح القدس را میبردند، و یهودیان به خودشون مفهوم‌های غلط نسبت خدا ایجاد کرده بودند. بنابراین عرب ها که نسبتاً اون زمان در اونجا بودند و که به خدا ایمان داشتند، اونها رو به اسلام جلب کردن خیلی آسان‌تر بود. این بعض جنبه بود، لیکن بعضی چیزهایی است که متعلق به صفت خودی عرب ها بود. عرب ها همچون انسان، مثلا یعنی که عرب ها صفت صدق و راستگویی و آشکار بیانی را داشتند. بنابراین این هم یک ویژگی هست که بعضی علما گفتن که الله تعالی این مردم انتخاب کرد، چون که اکثرا اونها از دروغ می‌هرستند تا حتی پیش از اسلام نیز همین خصوصیت داشتند. وقتی که هرقل ابو سفیان رو پرسید که درباره محمد صلی الله علیه و آیا محمد فلان است، بسمدان است، چند سوال مطرح کرد، ابو سفیان گفت که اگر من همیشه جواب راست دادم، گفت ترسیدم که اگر جواب دروغ گویم در نزد قوم خود، یعنی که در قوم خودم چون دروغگو نام میبرم، یعنی که حتی در جاهلیتش، در مشرک بودنش از دروغ عار میکرد. یکی از خصلت‌های دیگری که عربا داشتن این خصلت شجاعت بود که انسان شجاع میتونه که تحمل کند وزنهای این دعوت، وزنهای این راه تحمل کند. بنابراین عرب ها که ما در درس گذشته گفتیم که برای یک شتر 40 سال جنگ کردن بین خودشون. یک خصلت دیگری که عرب داشتن این کرم است، سخاوت است. مردم که به سخاوت بودن، دستکشاد بودن، تا تو به درجه دستکشاد بودن که مثلا حاتم طای ضرب المثل همه جا شده است، همه میدونند حاتم طای رو. تا تو به درجه سخاوت آنها، گوییم که سخاوت با آنها گوییم که در محیط آنها جای یافته بود که اگر مهمان بیاد یک شتر هم بداشت، همون شتر خوش برای مهمان ذبح میکرد و اینکه از خود میگذشت. انسانی که بخیل از هیچ وقت نمیتواند که وزنه های دعوت تحمل کند. و از سخاوت دوستی خود عرق را کرم نامیدند. کرم یعنی که از کلمه کرم است. لیکن پیامبر صلی الله علیه و آله اینا آمدند این کار گرفتن که انما الکرم المؤمن، یعنی باید مؤمن کرم باشد، مؤمن باید سخاوتمند باشد. یعنی که اونا برای اون عرق رو کرم میفتن که وقتی که عرق خور مست شود دیگر سخاوتمند نشد، دیگر بخشیدن و به دیگر رو عطا کردن شروع میکنه. اما پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که مؤمن باید در ذکر باشد، مؤمن باید در حالت هوشیاری خودش باید کریم باشد، سخاوتمند باشد، دستراز باشد. اخیراً صفتی که اینجا نقل میکنیم صفت صبر است. البته این دعوتی وزنین است، راهی پرمشقت است. بنابراین صبر باید که انسان مؤمن صبور باشد و شکیبا باشد. و این چیز عرب ها به سبب اون که در یک محیط خیلی محیطی با قساوت زندگی میکردن، با وزنی، یعنی که محیط صحرا، بی آبی، آفتاب گرم و گرما، و اونها یک نمود صبر و شکیبایی رو از این چیز که تعلیم گرفته بودن. بنابراین یکی از ویژگی های آنها این صبوری و اینکه تحمل گرایی آنها بود. و این بعضی از نکاتی بود که دوستان عزیز میخواستیم درباره سبب انتخاب شدن نیم جزیره عرب، یا اینکه انتخاب شدن پیامبر از عرب را برای شما بازگو کنیم.
و در آخر از خداوند مسئلت میکنیم که این نشست ما و این صحبت های ما برای ما مفید باشد و دنیا و آخرت ما رو آباد کند و شما رو تا حلقه آینده به پناه خداوندی تعالی میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.